من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا الشفيع وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله. در آیات گذشته برخی از خباثت‌ها و خیانت‌های قوم یهود را خواندیم. در آیاتی که تلاوت کردید خداوند عزوجل نمونه از ذلت یهود که به سبب ترک جهاد این نمونه بود، جهاد را ترک کردند، این نمونه را بیان فرمود. گاهی قومی دستور خدا را ترک بکنند، رها بکنند، بالخصوص دستور جهاد را که جهاد در واقع برای عزت مسلمانان است، برای عزت اسلام هست، ترک بکنند چگونه ذلیل و زبون می شوند. الله تعالی اون نمونه را بیان فرمود. نمونه‌ای که در اینجا اشاره شده جهاد با قوم عمالقه هست. در زمان سیدنا موسی علیه السلام بعد از غرق فرعون حضرت موسی علیه السلام به بنی اسرائیل گفت که ببینید خداوند بر شما نعمتهای زیادی عنایت فرموده، لذا شما
بجنگید، در راه خدا جهاد بکنید و ارض مقدسه را که ارضی هست در ازل شما نوشته شده، در تقدیر شما نوشته شده، شما این ارض مقدسه را پس بگیرید. الله تعالی می فرماید و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله، زمانی که فرمود و گفت موسی به قومش یا قوم، این مقدمه هست، تمهید است برای جهاد، یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمتهای الله را که بر شما هستند. اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا، زمانی که خداوند عزوجل در میان شما انبیاء قرار داد، نعمتهای را یادآوری می کند. نعمتها به عنوان مقدمه جهاد، نعمتها می طلبد که انسان از منعم حقیقی و از محسن واقعی کاملا فرمان ببرد. اولین نعمت معنوی هست، اذ جعل فیکم انبیاء، خداوند در میان شما پیامبران فرستاد، انبیاء فرستاد. و دومین نعمت حسی هست، و جعلکم ملوکا، این نعمت حسی، خداوند شما را پادشاهی داد، پادشاه قرار داد، یعنی نعمتهای مادی، نعمت قدرت، ملک، سلطنت به شما داد. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، به شما داد آنچه که نداده به هیچ یک از عالمیان، از جهانیان. واقعا این دو نعمت، هم نعمت معنوی که نبوت باشه و هم نعمت حسی و مادی که پادشاهی باشد، به هیچ کس از قومهای دیگه اون اندازه که به یهودی ها داده شد، به بنی اسرائیل داده شد، داده نشده. لذا این نعمت ها می طلبد فرمانبری را، فرمانبرداری را. اکنون جهاد را و حکم جهاد را اعلام می کند. موسی میگه یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، بله از قوم شما داخل بشید الارض المقدسه، سرزمین مقدسه را. الارض المقدسه بنویسید بیت المقدس، التي كتب الله لكم، همان ارض مقدسه که خداوند بر شما نوشته. كتب الله لكم تکوینا بنویسید. کجا نوشته؟ لکم پایینش بنویسید فی اللوح المحفوظ، تکوینا در لوح محفوظ برای شما اون ارض را نوشته. داشته باشید که عرض کردم مراد از الارض المقدسه بیت المقدس است. چرا بیت المقدس را ارض مقدسه نامگذاری کردند؟ و وضعت تلك الارض بذلك لانها مطهره من الشرك، اون سرزمین مقدسه هست بر اساس تعبیر علامه آلوسی، لانها مطهره من الشرك، از شرک پاک هست. حيث جعلت مسكن الانبیاء علیهم الصلاة والسلام، که اون سرزمین قرار داده شد مسکن پیامبران، مسکن انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات. پس جایی که انبیاء نزول می کنند، جایی که انبیاء مبعوث می شوند، از اونجا شرک برچیده میشه. اون سرزمین از شرک و از کفر پاک میشه، مطهره میشه، به این خاطر مقدسه میگویند. خب کتب الله لکم، عرض کردم که خداوند در ازل شما نوشته، در لوح محفوظ برای شما نوشته. تفسیر نصفی میگه کتب فی اللوح المحفوظ انها مسکن لکم، کتب فی اللوح المحفوظ انها مسکن لکم، خداوند در لوح محفوظ نوشته که اون سرزمین مسکن شماست و اونجا شما به هر حال باید سکونت داشته باشید. لذا الله می فرماید
ولا ترتدوا على ادباركم، بر پشت پاهایتان، بر پشت سرتان بر نگردید. فتنقلبوا خاسرین، نتیجه ادبار فتنقلبوا میشید شما خاسرین، زیانکار، هم در دین ضرر میکنید هم در دنیا. فتنقلبوا خاسرین، پایین خاسرین نیستید دینی و دنیوی. این خسران چه خسرانی خواهد بود؟ تنها خسران دنیوی نیست یا تنها خسران دینی نیست، دینی و دنیوی خواهد. اما ببینید بزدلی قوم بنی اسرائیل را وقتی که دستور جهاد به اونها صادر شد، در جواب موسی چه گفتند؟ قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، ای موسی بدون شک در آنها قومی هست جباری، یعنی در آن ارض مقدسه قوم جبار هست. جبار به معنی غالب، مسلط، اون بر ما مسلطه و ما قدرتی در مقابل اون قوم جبار نداریم، لذا ما نمی آییم اونجا. خب چه زمانی میرید شما؟ و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ما هرگز داخل نمیشیم اون شهر را حتی یخرجوا منها، حتی آنان خارج بشند از اونجا. فإن یخرجوا منها، اگر آنها خارج شدند، فإنا داخلون، به درستی که ما داخل میشیم. هرگاه اونا خارج شدن ما داخل میشیم، تا زمانی که اونها هستند ما داخل نمیشیم. اونها خود به خود که خارج نمیشن، منظورشون این بود که هر وقتی که خودشون ترک کردن دیار ما را، ما میریم، بدون اون نمیریم. خب حضرت موسی علیه السلام بعد از این که تبلیغش را کرد، قوم جواب داد، جواب منفی داد. 2 نفر از صدیقین و 2 نفر از حواریین موسی علیه السلام، از نزدیکان موسی علیه السلام پرداختند به تبلیغ قوم و تایید موسی علیه السلام. این 2 نفر را گفتن حضرت یوشع بن نون هست و کالب بن یوقنا که بعداً به پیامبری رسیدند و در ادوار بعدی مبعوث شدند. الله می فرماید قال رجلان من الذين يخافون، گفتند 2 مرد از آنانی که یخافون می ترسیدن. از کی می ترسیدن؟ پایین یخافون نیست، الله، از خدا می ترسیدن. این 2 مرد گفتند. این 2 مرد امام رازی نوشته یوشع بن نون و کالب بن یوقنا، و کانا من الذین یخافون الله، از آنانی بودند که از خدا می ترسیدند. و انعم الله علیهما، چون اینجا هست یخافون، انعم الله علیهما، و انعم الله علیهما بالهدایت و الثقه، اونها را خداوند بر اونها انعام فرموده، یعنی هدایت، راهنمایی و اعتماد داشتن. و الثقه بعون الله والاعتماد على نصرت الله کبیر، ثقه داشتن به عون الله و اعتماد داشتن به نصرت الله. لذا این 2 مردی که به تعبیر ساده بگیم ایمان و یقینشان درست شده بود به برکت مصاحبت موسی علیه السلام، اینها چی گفتن؟ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله علیهما، آنانی که از خدا می ترسیدند، آنانی که خدا بر آنها انعام کرده بود، اونها گفتند ادخلوا علیهم الباب، ای قوم شما بر آن قوم، بر عمالقه از باب شهر داخل بشید، از در شهر داخل بشید.
فاذا دخلتموه هرگاه شما آنجا داخل شدید فانکم غالبون شما غالب میشید، خدا شما را کمک میکند. این سبب ظاهری چیه؟ ادخلوا علیهم الباب نیست سبب ظاهری، شما حرکت از شما برکتش الله. وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، فقط و فقط بر الله باید توکل کنید شما اگر ایمان دارید. ایمان می طلبد، اقتضا می کند که توکل فقط و فقط بر الله باشد. اما قوم چه جواب داد؟ جواب قوم قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا، گفتند ای موسی ما هرگز داخل نمی شویم، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، ابدا تا زمانی که آنها در آن هستند، تا زمانی که این قوم در شهر هستند ما داخل نمیشیم. فذهب انت و ربک فقاتلا، استهزاء می گفتند فذهب برو تو و پروردگارتان بجنگید، انا هاهنا قاعدون ما اینجا نشستیم، قاعدون عن الجهاد، ما اینجا نشستیم شما بری بجنگید. ببینید فذهب انت و ربک فقاتلا، چند تا تفسیر داره این. اول اینه که این فذهب انت و ربک حقیقی هست، یعنی استهزاء نیست، مسخره نیست، حقیقتی هست. اونها در میدانهای مختلف دیدن که خداوند چگونه موسی را کمک کرد. پیش فرعون هیچ کس جرأت نمی کرد پیش فرعون صحبت بکند، خدا تاییدش کرد، فرعون ترسید، موسی معجزات ظاهر کرد، بعداً در دریا خدا چطور کمکش کرد. لذا تایید الهی را و نصرت خدا موسی را اونها دیده بودند. پس فذهب انت و ربک این حقیقی هست، ما جرأت نمی کنیم، ما می ترسیم، تو برو پروردگارت با تو هست، اون چیکار می کند؟ تو را کمک می کند، تو به تنهایی این قوم را شکست بده، شهر را که آماده کردی پاکسازی کردی از وجود عمالقه از ما دعوت کن ما می آییم. معنیش اینه. بله الوجه فيه ان يقال اذهب انت و ربك يعينك على قتالك، تفسیر مدارک. یعنی توجیه این است که اینجور آنها می گفتن، اینطور گفته بشه که انت و اذهب انت و ربك يعينك على قتالك، خدا تو را کمک می کند، ما دیدیم که تو را کمک می کند، لذا بجنگید، اونا را که بیرون کردید ما می آییم. پس اون که می گفتن ما داخل نمی شویم تا زمانی که اونها اونجا هستند، منظور با کمک خدایت اونها را بیرون کن. دوم استهزاء، همین که در ترجمه عرض کردم. تفسیر دوم چیه؟ استهزاء، مسخره کردند و توجه نداشتند به موسی علیه السلام. بله قالوا ذلك، تفسیر روح المعانی نوشته این را و علامه ابو السعود تفسیر ابو السعود، قالوا ذلك استهانة و استهزاء به سبحانه و برسوله علیه السلام. این را از روی توهین گفتند و از روی استهزاء و مسخره به الله تعالی و برسوله علیه السلام و عدم المبالات بهما، پروا نکردند که اینجا دارن به کی میگند؟ به خدا میگند، به رسول الله میگند. خب این اگر اینطور باشه که کفره، اگر استهزاء و مسخره باشه کفر است کسی خدا را مسخره بکنه. خب توجیه دیگری هست، اون اینه که اینجا رب به معنی خدا نیست، رب به معنی سید هست، آقا.
رب شما میدونید که رب الابل، رب الدار، صاحب، مالک، بزرگتر. لذا منظورشان از رب حقیقی نیست، مجازی هست، کنایه از برادر بزرگتر هارون است. ای فذهب انت و ربک و سیدک و هو اخوک الاکبر هارون، و هو اخوک الاکبر هارون، تفسیر مدارک وازم. پس منظور اونها این بود که شما با برادر بزرگتر برو، شما میتونید ما نمیتونیم. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اما موسی علیه السلام التجا کرد به درگاه رب العالمین، مناجات موسوی، التجای موسوی. موسی علیه السلام گفت قال رب انی لا املك الا نفسی، بار الها به درستی که من مالک نیستم مگر مالک خودم هستم و برادرم، دیگه من مالک کسی دیگه نیستم، دیگران را نمیتونم. خب اون دوتا از صدیقین بودند، دوتا از حواریون بودند، یوشع بن نون و کالب بن یوقنا. اونها را چرا موسی نگفت؟ یا اونها را نگفت چون که اونها مشخص شد صداقت اونها دیگه مشخص شد که الله تعالی اونها را برگزیده. لذا اینجا فقط برادر هارون مانده بود، اونها هم خود به خود هستند در این. والله اعلم. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، جدایی بیفکن بین ما، ای بالعقاب علیهم لا علینا. قرطبی گفته خدا اینها را به عذاب مبتلا بکن. و بین القوم الفاسقین، بین این قومی که فاسق هستند. الله عزوجل فیصله فرمود، فیصله خداوندی و نتیجه تمرد و سرکشی از جهاد فی سبیل الله، جهاد نکردند، الله تعالی نتیجه این سرکشی را می فرماید. قال فإنها محرمة علیهم 40 سنه. الله می فرماید فإنها، همانا آن ارض مقدسه حرام است بر آنان تا 40 سال. قومی که تمرد بکند، از جهاد انکار بکند، الله میگه 40 سال اینها، این سرزمین بر اینها حرام، عزت برای اینها حرام. یتیهون فی الارض، سرگردان بشن در زمین، سرگردان بگردند. فلا تأس علی القوم الفاسقین، موسی تو اندوهگین مباش بر قوم فاسق. فلا تأس، تو نگران نباش، اندوهگین نباش. خب تا 40 سال در همون میدان، در همون بیابان ماندند. ببینید شما اگر تفاسیر را مطالعه کرده باشید، شما اسم این میدان تی هست، شما میخوانید که اینها از صبح حرکت میکردند، میرفتند شب به همون جایی که از صبح حرکت کرده بودند. این چیز ثابت نیست، از یتیهون نمیشه که این را برداشت کرد. محققین از مفسرین ما نوشتند که این درست نیست که یتیهون از صبح میرفتند کل اون میدان را حدود 23 یا 32 میل گفتند طولش را و عرضش را 7 میل خورده ای، یعنی 40-50 کیلومتر بیشتر نمیشه. لذا منظورش اینه که الله تعالی میفرماید اینها سرگردان بودند. کسی که جهاد نکند عزتی ندارد، حکومتی ندارد، از ترس اون قوم نمیتونستن برند. همینجا در همین بیابان سرگردان بودند، خیمه زده بودند، چادر زده بودند، همینجا بودند تا که الله عزوجل آخر بر اونها خودشون تقاضا کردند که برن جایی کشتی، کشاری، کشاورزی چیزی داشته باشند. خداوند گفت که خب برید کناره شهر، نزدیک شهر، اونجا کشاورزی بکنید. لذا
یتیهون سرگردانی به این معنا که عزتی نبود، حکومتی نبود و کاری برایشون نبود، همینطور پریشان بودن تا اینکه موسی علیه السلام وفات کردند. بعد از موسی علیه السلام این نسل هم رفتن، نسل جدید آمدن، جهاد کردند، خداوند فتح به اونها نصیب کرد. لذا الله می فرماید فلا تأس علی القوم الفاسقین، بر این قوم اندوهگین نباش ای موسی، پریشان مباش. خب واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهم. الله عزوجل اینجا نمونه دیگر از ظالم و مظلوم، از قاتل و مقتول بیان می کند. خب ربط این را هم اساتید ما میگویند مناسبت این با گذشته هم همینه. این تقریر مال حضرت شیخ حسین علی رحمه الله است که حابیل که اینجا شهید شد و مظلوم شد چون که از خود دفاع نکرد، لذا گرچه شهادت درجه‌ای هست ولی انسان وقتی که چون که در گذشته هم یهودی ها جهاد نکردن به اون مشکلات گرفتار شدن، حابیل هم از خود دفاع نکرد. این هم نمونه بر جهاد نکردن هست، بر دفاع نکردن هست. الله می فرماید واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق. اون تفصیل تقریرش را در آخر من اجل ذالک اونجا عرض می کنم. بر آنها تلاوت کن، بر آنها بخوان خبر دو تا فرزند آدم را، یعنی حابیل و قابیل را بالحق، بحق اون چه که واقع شد مطابق واقع. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. زمانی که آنها قربانی تقدیم کردند، فتقبل من احدهما پذیرفته شد از یکی از آنها حابیل، ولم يتقبل من الاخر پذیرفته نشد از دیگری قابیل. قابیل وقتی که پذیرفته نشد این باعث بغض شد. قال لاقتلنک، گفت من حتما تو را میکشم، حتما تو را میکشم. ببینید چرا عداوت کرد، چرا دشمنی بین اینها پیدا شد، چرا قابیل تصمیم گرفت که حابیل را بکشد. اون چی که باز هم در تفاسیر هست اون صحیح نیست، از هیچ سند درستی ثابت نیست که اینها میخواستند که خواهران هم دیگر را، چون که هر یکی از یک بطن بود و میخواست خواهر او را عقد بکند که در واقع خواهر خودش بود ولی از بطن دیگه بود الی آخره. این قصه ای هست که اساسی ندارد و اسرائیلی هست. آنچه که شاه ولی الله رحمه الله نوشته و ترجیح داده، نوشته که همین داستانی که خود قرآن تعریف کرده همین داستان، علتهای زیادی در تفاسیر شما میبینید، ولی قوی ترین قول مال امام ولی الله رحمه الله هست، چون ایشون قولشون مستند با دلیل هست. میفرماید خود همین داستان علت است. این داستان چیه؟ اینه که در اون زمان صدقات مقبول را آتش میخورد و صدقات غیر مقبول را آتش نمیخورد، آتش آسمانی. این دو برادران هر دو صدقه دادند، حکمی از احکام خدا را میخواستند اجرا بکنند، مثل زکات ما دستوری بود، صدقه بود، به هر حال صدقه دادند. حابیل یه حیوانی، قوچی، گوسفند بسیار چاق و فربهی برای خدا و در راه خدا صدقه کرد و تقدیم کرد. قابیل بخیل بود، قابیل این کار را نکرد. قابیل مقداری گندم، اون هم گندم خوب نبود، مرغوب نبود، اونها را آورد به عنوان صدقه گذاشت. آتش آمد، قوچ قابیل را خورد و صدقهش قبول شد، مال حابیل را. اما مال قابیل
همونطور گندم های خرابش ماند، دست نخورد. لذا این سبب شد که قابیل بغض کرد، حسد کرد. حسد از اینجا شروع شد. گفت که چرا مال این را خدا قبول کرد، مال من را قبول نکرد. پس داستانی که خود قرآن مجید نوشته، همین داستان ما هم همین را بدون کم و کاست میگیریم. اگر بیشتر از این بود لابد خود قرآن اشاره میکرد بحث ازدواج و بحث نکاح و اینها زیاد قوی نیستن این اقوال. الله می فرماید اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، وقتی که تقدیم کردند برای تقرب آنها قربانی های، فتقبل من احدهما، پذیرفته شد از یکی از آنان یعنی هابیل، ولم یتقبل من الاخر، پذیرفته نشد از دیگری یعنی از قابیل. قال لاقتلنک، گفت من حتما تو را میکشم. ببینید اونم علت را گفت برادر انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از متقین میپذیرد، کسی که در دلش تقوا باشد، خوف خدا، ترس باشد. حتما همین کار را میکردید. لذا این برادر تصمیمش را گرفت. ولی مظلوم چی گفت؟ لئن بسطت الی یدک، اگر بلند کنی بسوی من دستت را، لتقتلنی، تا که مرا بکشی، ما انا بباسط، نیستم من بلند کننده و دراز کننده دستم را، یدی الیک لاقتلک، تا که تو را بکشم. چرا؟ علت انی اخاف الله رب العالمین، چون که من از اللهی که رب جهانیان هست میترسم، من این کار را نمی کنم. خب دفاع بود، دفاع باید انجام می گرفت. ولی این برادرش ببین چه قصدی دارد. انی اريد ان تبوء باثمی و اثمک، من میخواهم که تو ببری، بار کنی، ببری گناه من و گناه خودت را، هم گناه من به گردن تو باشد، هم گناه تو به گردنت باشد. فتکون من اصحاب النار، پس از اصحاب النار میشی. و ذلك جزاء الظالمین، جزاء ظالمین همین است، کسی که ظلم بکند جایش آتش جهنم است. اما رب العالمین میفرماید فطوعت له نفسه قتل اخیه، پس برای او خوش کرد، یعنی زیبا کرد، آراسته کرد نفس او قتل برادر را، نفس او قتل برادر را برای او بسیار خوب جلوه داد در وجودش. فقتله، او را کشت. فاصبح من الخاسرین، از زیانکاران شد. بعد از این که کشت، الله تعالی جنازه به دوشش بود، نمیدونست چی کار بکنن. الله تعالی او را نشان داد کلاغی را که کلاغ مرده را داشت، خاک میریخت. الله میفرماید فبعث الله غرابا، فرستاد خداوند کلاغی را که یبحث فی الارض، میشکاف زمین را. در زمین چی میکرد؟ تلاش میکرد. لیوریه، این لام عاقبت است، یعنی عاقبت نتیجه این شد که او را نشان بدهد، نشان داد. کیف یواری سوءت اخی، چگونه بپوشاند سوءت اخی، جنازه برادرش را، جسد برادرش را. قال یا ویلتا، این ثمره حسد هست و اینکه فهم انسان را هم از بین میبرد، انعکاس فهم. یا ویلتا، افسوس بر من، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، آیا من عاجز شدم این که باشم مثل این کلاغ. فاواری سوءت اخی، بپوشم جنازه برادرم را. فاصبح من النادمین، از چی شد؟ از
نادمین شد. فاصبح من النادمین، از انسانهایی که پشیمان شدند، پشیمان شد. الله تعالی می فرماید من اجل ذلك كتبنا على بنی اسرائیل، به همین خاطر ما نوشتیم بر بنی اسرائیل. ببینیم من اجل ذلك یعنی چه؟ مفسرین، عامه مفسرین میگویند من اجل ذلك، ذلك اشاره است به این جریان. به کدوم جریان؟ جریان کشتن قابیل هابیل را. لذا ما به خاطر این جریان بعد از اون خداوند میفرماید ما ضابطه تعیین کردیم، قانون تعیین کردیم. کتبنا علی بنی اسرائیل، ما بر بنی اسرائیل نوشتیم. چی را نوشتیم؟ بنویسید القصاص. بر بنی اسرائیل چه نوشتیم؟ قصاص را نوشتیم. کتبنا علی بنی اسرائیل القصاص، قصاص را نوشتیم که هر کسی را کشت باید او چی بشه؟ قصاص بشه. انه من قتل نفسا بغیر نفس، این تفصیلش و توضیحش. اما شیخ حسین علی رحمه الله می فرماید این آیات و این رکوع ارتباط با ما قبل و با ما بعد دارد. بحث جهاد بود. من اجل ذلك كتبنا على بنی اسرائیل، من اجل ذلك اشاره هست به این سکوت، به این عرض کنم که انعکاسی که عدم انعکاس یا عدم موضع‌گیری که از طرف این برادر یعنی هابیل شد. هیچ موضع‌گیری نکرد، هیچ حرکتی از خود نشان نداد، هیچ عکس العملی از خود نشان نداد. لذا من اجل ذالک، به خاطر این که عکس العمل از خود نشان نداد، ما بر بنی اسرائیل چه نوشتیم؟ القتال. القصاص نه، القتال. یعنی اینطور نیست که هر کسی میخواست کسی را بکشد مظلوم انعکاس نشان نده، نه، باید بجنگد، جهاد بکند. متوجه هستید؟ لذا میفرماید که من اجل ذالک کتبنا القتال، به خاطر همین ما نوشتیم قتال را بر بنی اسرائیل. انه من قتل، قلنا، ما این را گفتیم که انه من قتل نفسا بغیر نفس، بیان قدر و قیمت جان انسان. من قتل نفسا بغیر نفس، کسی نفسی را بکشد بنا حق، بغیر نفسی یعنی در مقابل نفس دیگر نیست. او فساد فی الارض، بغیر فساد. ببین قتل نفس به نفسیه که کسی را کشته او کشته بشه. قتل نفس به فساد چیه؟ فساد ارتداد است و زنا هست. علیاذ بالله. اینها قتل نفس به فساد است، قتل نفس به نفس است. اما کسی که نه کسی را کشته نه فسادی کرده، این میشه قتل نفسا بغیر نفس، قتل نفسا بغیر فساد. خب بنا حق یک انسانی را بکشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا این انسان همه انسان ها را قتل کرد، همه را کشت. و من احیاها، هر کسی که زنده بکند نفسی را، زنده بکند نفسی را، یعنی سبب حیات نفسی باشد، انسانهایی را نجات بده از مرگ. فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا اون همه انسانها را احیا کرد، همه انسانها را زنده کرد. ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات، تأکید بر این قانون. الله می فرماید همانا آمد پیش آنان رسول ما بالبینات، با دلائل آمدند.
ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. نقض عهد. اما این انسان ها بسیاری از آنان بعد از این در زمین از مسرفون، از متجاوزون هستند. بسیاری از اینها بعد از این هم تجاوز کردند و بعد از آمدن انبیا گوش به فرمان نشدند. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. اینا متعلق به جهاد است. بحث قطاع الطریق است. باید با راهزنان جهاد کرد، با اونها جنگید و اونها را دستگیر کرد و حکم خدا را بر آنان اجرا کرد. خب اینجا به راهزنان گرچه بیان حد قطاع الطریق است یا سرقت کبرا به این میگند، سرقت کبرا، اما راهزنان را خداوند فرموده یحاربون الله و رسوله، محاربه با خدا و با رسول خدا. این کلمات با توجه به اینکه کلمات غلیظ و شدیدی هستند، مفسرین فرمودند که این راهزنان یهودی ها بودند. راهزنان چه کسانی بودند؟ یهودی ها بودند، چون که آیات ما قبل و ما بعد هم درباره کیه؟ یهود هست. پس راهزنان اونها هستند. ببین ان هذه الآیه فی هؤلاء الذین حکی الله تعالی عنهم من بنی اسرائیل. این آیه درباره چه کسانی هست؟ درباره اینهایی که خداوند از اونها داره حکایت میکنه در این آیات ما قبل و ما بعد، یعنی بنی اسرائیل. بعد ان غلظ الله علیهم عقاب القتل العمد، بعد از اینکه خداوند عقاب قتل عمد را با سختی بیان کرد، قتل عمد العدوان، فهم مسرفون فی القتل مفسدون فی الارض. اینها در عرض کنم که قتل و کشتن مسرف بودند، از حد گذشته بودند و در زمین مفسد بودند. به این خاطر میگوید الله تعالی که او فساد فی الارض، عرض کنم در زمین مفسد بودند و یحاربون الله و رسوله، اینها را میگوید. بله، فمن اتى منهم بالقتل والفساد في الارض فجزاؤهم كذا و كذا. لذا خداوند اینجا گفته که هر کسی از اینها مرتکب جرمی شد، قتل کرد یا فساد کرد، جزایشون این و این هست. این کی را میگه؟ یهودی ها را الله تعالی میفرماید. لذا الله میفرماید که انما جزاء الذين يحاربون الله، جزای کسانی که محاربه دارند با خدا و رسولش، و یسعون فی الارض فسادا. این یسعون تفسیر یحاربون الله است، یعنی در زمین فساد را سعی میکنند، تلاش میکنند. جزایشون چیه؟ ثمره دنیوی. ان یقتلوا، اینکه کشته بشند، او یصلبوا، بدار زده بشند، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دست و پایشان برعکس قطع بشه، یعنی دست راست و پای چپ. او ینفوا من الارض، یا از زمین نفی بشن، یعنی زندان بشند، تبعید بشند. خب ببینید 4 دستور برای اینها صادر شد، برای محاربین، برای قطاع الطریق. اول اینکه ان یقتلوا برای کسانی هست که مردم مسافر را، مردم بین راه را کشتند. خب اینها هم باید کشته بشند. دوم او یصلبوا یعنی بدار آویختن برای اون رهزنانی هست که هم مردم را کشتند و هم مالشان را بردند، لذا اینها بدار آویخته بشند. سوم او تقطع ایدیهم و ارجلهم، قطع دست و پا برای اون رهزنانی هست که مردم نکشتند اما چیکار کردند؟ مال بردند، مال دزدیدند.
خب اینها چون این سرقت کبرا هست، پس تنها دست قطع نمیشه، دست و پا قطع میشه. تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، برعکس. صورت چهارم او ینفوا من الارض، یا اینکه از زمین نفی بشن، یعنی تبعید بشن، به زندان بیفتن، انداخته بشن سالهای سال. این برای کسانی است که موفق نشدن کسانی را بکشند و موفق نشدن مال ببرند، اما راه ها را بستند، ایجاد ترس و وحشت کردن در میان مردم. پس اینها او ینفوا من الارض. خب خداوند در دنیا جزایشون را بیان فرمود. الله می فرماید ذالک لهم خزی فی الدنیا، این خزی و رسوایی آنهاست در دنیا، اما در آخرت ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، برای آنان در آخرت عذاب عظیم هست. در آخرت هم با عذاب بزرگ الله عزوجل چی میشند؟ مواجه میشند. البته آخرت عذابی نیست برای کسانی که توبه بکنند، و همچنین در دنیا مگر حقوق العباد، حقوق الله در دنیا هم معاف میشه. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مگر کسانی که توبه کنند، من قبل ان تقدروا عليهم، قبل از اینکه شما بر اونها مسلط بشید، شما اونها را دستگیر بکنید. اونها خودشون توبه میکنند، امان میخواهند، میگن ما دیگه دزدی نمی کنیم، ما دیگه راهزنی نمی کنیم. خب فعلموا ان الله غفور رحیم، یقینا بدانی که خداوند بخشاینده و مهربان است. اما اگر در این صورت مال کسی را برده بودند، باید مال را پس بدن. اگر انسانی را کشته بودند، مال را پس بدن. این حقوق العباد است. حقوق الله چیه؟ قطع ید و پا، اون دیگه معاف میشه. انسانی را کشته بودند، باید کشته بشند، یا اینکه ولی دم رضایت بگیرد و دیه بگیرد، رضایت بده دیه بگیرد. فعلموا ان الله غفور رحیم، یقینا بدانید که خداوند عزوجل بخشاینده و مهربان است. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين،